بسم الله الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ای محمد، به امت خود بگو به من وحی شده است که گروهی از پریان به تلاوت قرآن من گوش فرا داده اند و پس از مراجعت به میان قوم خود بدیشان گفته اند ما قرآن زیبا و شگفتی را شنیده ایم. یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. همگان را به راه راست رهنمود می سازد و ما بدان ایمان آورده ایم و دیگر از ایمان خود بر نمی گردیم و یکتا پرستی را در پیش می گیریم و کسی را انباز پروردگارمان نمی سازیم. و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. جلال و عظمت پروردگار ما والاست، او همسر و فرزندی بر نگرفته است. و انه کان یقول سفیهنا علی الله شططا. نادانان ما درباره خداوند سخنان ناروایی می گفتند. و انا ظننا ان لن تقول الانس والجن علی الله کذبا. و ما پیش از این چنین می پنداشتیم که آدمیان و پریان هرگز بر خدا دروغ نمی بندند. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. و کسانی از انسانها به کسانی از پریها پناه می آوردند و بدین وسیله بر گمراهی و سرکشی ایشان می افزودند. و انهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا. و انسانهای کافر گمان برده اند همان گونه که شما پریهای کافر گمان برده اید که خداوند هرگز کسی را دوباره زنده نمی گرداند. و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. ما قصد آسمان کردیم و همه جای آن را پر از محافظان و نگهبانان نیرومند ملائکه و شهاب‌های سوزنده یافتیم. و انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ما پیش از این در گوشه ها و کنارهای آسمان برای استراق سمع می نشستیم و کسب خبر می کردیم، ولی اکنون هر کس بخواهد گوش فرا دهد شهاب آماده ای را در کمین خود می یابد. و انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. ما نمیدانیم که آیا برای ساکنان زمین شر و بلا در نظر گرفته شده است و یا اینکه پروردگارشان خیر و هدایت ایشان را خواسته است. و انا منا الصالحون و منا دون ذلك كنا طرائق قددا. برخی از ما تسلیم فرمان خدا و پرهیزگارند و بعضی از ما جز این، یعنی نافرمان و بیدین. اصلا ما فرقه ها و گروه های متفاوت و گوناگونی هستیم. و انا ظننا ان لن نعجز الله فی الارض ولن نعجزه هربا. ما یقین داریم که هرگز نمیتوانیم بر اراده خداوند در زمین غالب شویم، وقتی که نه راه غلبه وجود دارد و نه راه گریز
چاره ای جز تسلیم فرمان دادگرانه او نیست. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ما هنگامی که رهنمود قرآن را شنیدیم بدان ایمان آوردیم. هر کس که به پروردگارش ایمان بیاورد نه از کاستی پاداش می ترسد و نه از ستم حاصل از افزودن بر بدیهایش. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. در میان ما فرمانبرداران و منحرفان و بیدادگرانند. آنان که فرمانبردارند هدایت و خیر را برگزیده اند. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. و اما آنان که ستمگر و بیدادگرند هیزم و هیمه دوزخ هستند. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. اگر آدمیان و پریان بر راستای راه یکتاپرستی و فرمان برداری از اوامر و نواهی الهی ماندگار بمانند آب زیاد و نعمت فراوان بهره ایشان می‌گردانیم. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. هدف این است که ما آنان را با این نعمت فراوان بیازماییم و هر کس از ذکر و یاد پروردگارش روی گردان گردد او را به عذاب سخت و طاقت فرسایی داخل می گرداند. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مسجدها مختص پرستش خداست و در آنها کسی را با خدا پرستش نکنید. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. به من وحی شده است که چون بنده خدا محمد بر پای ایستاد و شروع به نماز و خواندن قرآن در آن کرد و به پرستش خداوند پرداخت کافران پیرامون او تنگ یکدیگر ازدحام کردند. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. بگو تنها پروردگارم را می پرستم و کسی را انباز او نمی کنم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. بگو من نمی توانم هیچ گونه زیانی و سودی به شما برسانم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. بگو اگر من از خدا نافرمانی کنم هیچ کس مرا در برابر خشم خدا پناه نمی دهد و پناهگاهی برای حفظ خود از عذاب خدا جز خدا نمی یابم. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. لیکن تنها کاری که می توانم بکنم تبلیغ از سوی خدا و رساندن پیام‌های اوست. هر کس از خدا و پیغمبرش نافرمانی کند نصیب او آتش دوزخ است و جاودانه در آن میماند. حتی اذا رأوا ما یوعدون
فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. کافران همواره به استهزاء خود ادامه می‌دهند تا زمانی که مشاهده خواهند کرد چیزی را که بدانان وعده داده شده است. آنگاه خواهند دانست که چه کسی از کافر و مؤمن یاورانش ناتوانتر و شماره و تعدادش کمتر است. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. بگو ای کافران، من نمیدانم آیا چیزی که به شما وعده داده می شود نزدیک است یا اینکه پروردگارم زمان طولانی و زیادی را برای آن در نظر گرفته است. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. داننده غیب خداست و هیچ کسی را بر غیب خود آگاه نمی سازد. الا من ارتضی من رسول. الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. مگر پیغمبری که خدا از او خوشنود باشد. خدا برای حفظ آن مقدار غیبی که او را از آن مطلع می کند از میان فرشتگان محافظان و نگهبانانی در پیش و پس او روان می دارد. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لديهم و احصى كل شيء عددا. تا خدا بداند که پیغمبران پیام‌های پروردگارشان را رساندند، هرچند که خدا از همه چیزهایی که نزدیک ایشان است و در درون و بیرون آنان است کاملا آگاه بوده و بدانها احاطه دارد و هر چیزی را دانه دانه سرشماری کرده است و دقیقاً می‌داند.